رئالیا به عدد 5 خیلی حساسن، چون 5 از بارسلونا خوردن، اونم نه یکی نه دو بار بلکه 3 بار. حالا 11 تا رو چجوری نشون بدم؟ 11 تا رو بی خیال داداشی، 15 تا UCL معذرت. رئالیا که هر وقت کم میارن میگم ما 15 تا UCL داریم. ببخشید خیلی عذر میخوام، از این به بعد درباره معتبرترین جام باشگاهی دنیا حرف نمیزنم. از این به بعد درباره کوپا رمزون حرف میزنم. به نظر من بهتره درباره سگانه یا ششگانه صحبت کنیم. اصلا میدونی اینا چیه؟ نه، من هتریک و گلات UCL رو بهتر میدونم چیه، ولی خودمونیم و اگه شیشگانه نبود که دیگه حرفی برای گفتن نداشتی. وقتی تو کلاسیکو بعدی پرگل بردیمتون اونی شما که دیگه حرف برای گفتن نداری. والا هنوزم تعداد بردای ما بیشتره. اصلا هانسی فلیک اومده که توی آمار هم واسه بارسلونا کامبک بزنه. به زودی تعداد بردامون هم بیشتر میشه. مگه ژاوی آلونسو میذاره؟ حتی اگرم بذاره بازم همه میدونن پر افتخارترین تیم تاریخ کدومه. حالا مادرید. بعضی از رئالیا عاشق جاماشونن، ولی ما بارسایی عاشق تیممونیم. ویسکا بارسا.